یک هفته به این طرف صدها مهاجر کوری از تاجیکستان و ازبکستان در نزد بینای دادگاه مأموری ناحیه سریاغاچ قزاقستان سرگردانند. در اینجا مرافعه دادگاهی مهاجران برگزار می شود که بعد کار در مناطق مختلف قزاقستان می خواهند به وطن برگردند و یا آنهایی که با اتهام اقامت غیر قانونی بازداشت شدند. سریاغاچ ناحیه نزدیکترین به ازبکستان است که در جنوب قزاقستان واقع بوده. در آن گذرگاه مرزی راه ابریشم قزاقستان و ازبکستان جایگیر است. تقریبا همه در نوبت بوده ها شهروندان ازبکستان و تاجیکستان هستند که برای کار به قزاقستان آمدند. برخی از آنها برای 3 ماه ثبت نام شدند اما 5-6 ماه کار کردند. بعضی دیگر عموما ثبت نام نداشتند. اکثر آنها در تن لباسهای تنوک دارند. برخی از مهاجران شب را در کوچه روز میکنند و در همانجا خوراک میخورند. 4 روز می شود که سرگردانیم. پولمون هم تمام شده است. نمیدونیم چی کار کنیم. خیلی خواطر هستیم. آنها میگویند باید ازبک ها را از اینجا بیرانند. چی ما مگر انسان نیستیم؟ چرا آنها ما را چنین عذاب میدهند؟ راههای خارج کردن زیاد است. اینجا آدمان بسیار بودند. اگر ما را دپارت کنند خرسند میشویم. بگذار در شناسنامه‌هایمان تستر مهر زده و ما را خارج کنند. Deport olib ketmoqchiman. Kelganimga 6 kun bo'ldi. Pulimiz yo'q, boshqamiz yo'q, yeganga nonimiz yo'q. 6 روز باز در این جاییم. پول نداریم. به مثل سگ نمیدانیم در کجا شب را روز کنیم. حتی نان خوردن نداریم. کی ما را درک میکند؟ یگان کسی هست که ما را شنود. کم احترام داشتن هم خوب است. چند وقت شد که ما در عذابیم. بگذار از روی نسب ما را جیغ زنند و خارجمان کنند. Deport qilsin ketaman men. Umuman kelmayman men. بنا به اطلاع دادگاه مخصوص پرونده های حقوق ویرانکنی مأموری ناحیه سریاغاچ از 10 اکتبر این جانب دادگاه پرونده بیش از 5000 شهروند خارجی را که از دیدبانگاه مرزی ژیبکژولی وارد شدند بررسی کرده است. باز حدود 1000 پرونده دیگر ثبت گردیده است. در یک روز تقریبا 150 حالت به قید گرفته می شود. اکثریت آنها می باشند که از ازبکستان برای کار به قزاقستان آمده بدون ثبت نام کار کردند. بیریک خییپوف رئیس دادگاه مخصوص پرونده های حقوق ویرانکنی مأموری ناحیه سریاغاچ به بخش قزاقی رادیوی آزادی گفت دادگاه شهروندان خارجی را بر اساس ماده کدکس حقوق ویرانکنی مأموری مجازات میکند که 86000 تنگه جریمه یا اخراج از کشور را پیش بینی می نماید. از ماه اکتبر تا این جانب در یک روز 200-300 پرونده وارد می شود. پرونده ها باید در دوام یک روز بررسی و قرار قبول کرده شود. اما کار از حد زیاد است. برای به قید گرفتن آنها دستمون نمی رسد. حالا تقریبا 800 پرونده انتظار ثبت نام هستند. در بین آنها زنان و کودکان نابالغ نیز هستند. افزایش پرونده های مأموری در دادگاه به مرز ربط داده می شود. در پاسگاه مرزی قزاقستان و ازبکستان نوبت پایی طولانی مهاجران کوری بازداشت شده به میان آمده است. اکثریت برای گذشتن از مرز با ماشین در نوبت ایستادند.